پاپیون ترند شده. دوست داری توی یکی از آیتم‌های لباست ازش استفاده کنیم؟ پاشو برو یه روبان بیار که یادت بدم. خلق کنیم شماره 5. امروز اومدم تیشرتامو خوشگل بکنم. دیدین چقدر پاپیون مد شده؟ کاری نداره که برین تیشرتاتون رو بیارین پاپیون بزنیم پشتش. یه روبانم احتیاج داریم. من آبی دلم میخواد چون فکر میکنم با شلوارک جین با مزه میشه. آبی سفید، هر چیزی خالخالم با مزه میشه. برو بیار با یه قیچی و سوزن بزن بریم. پشت تیشرتمو از وسط میخوام با قیچی ببرم و چون جنس تیشرت ها تریکوه لبه هاش هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. خب اگه میخواین با متر اندازه بزنین، اگه نه که چشمی. به خودتون اعتماد کنید. وقتی تا میکنید تیشرت رو یه خطی وسط میفته که دقیقاً وسط تیشرت مشخص میشه. وسط تیشرت رو میبرم تا این لبه. این لبه رو نمیبرم، میذارم یقه باشه. و بچه ها اینجاها رو اگر با دست بکشین لبه هاش خوشگل میشه. پس حتما اینا رو بکشین. بعد میایم پاپیون میزنیم این ور و اون ور، روبان میزنیم و پاپیونش میکنیم. الان نشونتون میدم. ببینید اینجا رو، این طرف و این طرفش رو روبان زدم و اینجوری پاپیون شد. یکی دیگه هم میخوام پایین بزنم که الان ویدیوشو دوباره بهتون نشون میدم. تیشرت ساده همیشه جوابه. استایلتون رو خیلی خوشگل میکنه. کاربردی ترین آیتم توی کمده. ولی اگر پشتش 2 تا پاپیون داشته باشه چقدر ترندیش میشه استایلت. حتما انجامش بده. عکساتو برام بفرست تا خلق کنیم دیگه. خدافظ. میدونی اینو با چی دلم میخواد بپوشم؟ ببین یه شلوارک جین این رنگی با تیشرت سفیدی که پشتش آبیه، روبانش اینجوری آبیه و یه اسنیکرز سفید با جوراب سفید، پوست برنزه. بابا به به.